اولا مسئله زن هنوز هم پابرجاست. مسئله یا بگیم تبعیض جنسیتی یا جندر دیسکریمینیشن در واقع هنوز هم در حتی پیشرفته ترین کشورهای دنیا مثل نروژ که من در اونجا زندگی میکنم حل نشده. یعنی مسائل اینجا هنوز هم مطرح هست که من اگر اسم ببرم شما باور نمیکنید که این میتونه در نروژ همچنان به عنوان یک مسئله بعد از سالیان سال استقرار دموکراسی و حتی شناختن حقوق بسیاری در مورد زنان، تبعیض جنسیتی که بهشون میگن تبعیض مثبت، که خیلی جاها حتی سهم میدن که زنها اگر 2 تا مصاحبه گر باشه برای یک شغلی، طرف دیگر به خاطر زن بودنش میتونه اون شغل رو به دست بیاره. حالا کاری ندارم در مورد بحث این که آیا شایسته سالاری خوبه یا تبعیض مثبت. از این مسئله که بگذریم، این مسئله هنوز هم در رأس مبارزات زنان است که در 8 مارس هر سال خودش رو نشون میده و این نشون میده که پس این شعار فقط یک زبان و یک منطقه نیستش. یعنی به سرعت ما تو خود ایران ژنژیان آزادی شد زن زندگی آزادی، به زبان بلوچی، به زبان ترکی، با لهجه‌های مختلف در خود ایران این شعار ترجمه شد. در کنارش به سرعت دیدیم که بعد از اینکه در واقع توی اهواز و به زبان عربی ترجمه شد، دیدیم به سرعت انگلیسی، اسپانیایی و کشورهای دیگه این شعار رو ترجمه می‌کردن و در اعتراضات خودشون ازش استفاده می‌کردن. پس یکی از دلایل من فکر می‌کنم قابلیت این شعار بود، همه‌گیریش و اینکه در هر زبانی زن، زندگی و آزادی قابل فهمه. شما لازم نیستش که به این مانیفست چیزی رو سنجاق بکنید. یک کتاب بنویسید بگید منظور ما از این شعار اینه. توصیفش بخواید بکنید. همون صحبت‌هایی که من در بخشی که مانیفست جنبش رو می‌خواستم بگم در مورد زن، زندگی، آزادی گفتم، همین رو من به سوئدی و به انگلیسی در طی همین مدت گفتم. در طی این 2 سال و به زبانهای دیگه، کسای دیگه هر جای دنیا که در مورد مهسا ژینا امینی خواستن یادبودی رو برگزار کنن و در موردش حرف بزنن. یعنی این مانیفستیه که کاملا قابل ترجمه و قابل فهم و قابل ادراک توسط همه بود. در کنارش این آیکونیک بودن و نمادین بودنه. خود ژینا یک نماد بود از تبعیضی که داره تو ایران شکل میگیره. یعنی من یادمه که تو خیلی از برنامه‌ها از من و بسیاری دیگر از فعالین سیاسی و فمینیستا میپرسیدن که اسم مهسا یا ژینا. خود این مسئله اسم توضیح دادنش نشون میداد چه تبعیض عمیق و گسترده‌ای در جامعه ایران وجود داره و متعجب میشدن. این خیلی مهمه که ما بهش نگاه بکنیم. شما ژنژیان آزادی بارها قبلتر از اینکه در دانشگاه تهران بعد از در واقع قتل ژینا در کردستان تکرار بشه، در جاهای دیگه این شعار سر داده شده بود. در ترکیه زنان این شعار سر دادن. من فکر میکنم حتی در جنبش طالعات زنان فلسطین هم از این شعار استفاده شد و ما همین چند وقت پیش هم دیدیم که در هند ازش استفاده شد. اینکه یکی از ستم دیده ترین گروه ها و تحت تبعیض ترین گروه ها که زنان و اقلیت های جنسیتی هستند که تاریخاً به واسطه هویت جنسی و جنسیتیشون شدیدترین سرکوب رو زیست کردن، فقیرترین گروه اجتماعی جهان هستن، میتونن خودشون رو در این شعار پیدا بکنن. به نظر من به خودی خود کفایت میکنه که در واقع این امکان همبستگی که فراهم میکنه این شعار کفایت میکنه که ما بپذیریم. به نظر میرسه همین 3 کلمه ژنژیان و آزادی، زن، زندگی و آزادی، انگار یک رمز مشترک هست بین تمام این زنان. شعار زن، زندگی، آزادی همونطوری که من پیشتر اشاره کردم به نوعی بیانگر مطالبات بسیار مدرن و پیشرو هست که من فکر میکنم که در حتی جهان امروز هم کمتر نمونه و مشابهی داره که ملتی به یک در واقع
قیام مدنی، اعتراض مدنی کلان بپردازن و به این سبک شعار خودشون رو مطرح بکنن، مانیفست خودشون رو بیان بکنن. بسیاری از انقلاب هایی که در حالا چند دهه گذشته صورت گرفته، در 100 سال اخیر رخ داده در جهان، البته شعار آزادی و استقلال سیاسی و مسائلی از این دست رو داشته، دنبال دموکراسی بوده، اما اینکه این چنین در یک شعار یا در مانیفست یک جنبش مسئله برابری جنسیتی مطرح بشه به عنوان کلیدواژه و رکن اساسی برای در واقع ورود به یک جامعه عاری از تبعیض و دموکرات‌تر، خب من فکر می‌کنم این یک اتفاق جدید هست. بسیاری از انقلاب‌هایی که در جهان رخ داده مبتنی نبوده بر برابری جنسیتی به اون معنا. زنان مبارزات خود که صورت دادن در دهه‌های اخیر در جهان برای تحقق مطالبات خودشون، در واقع جنبش‌های مستقلی بوده از اون چیزهایی که در واقع در هر کشوری منجر به یک انقلاب شده. ولی چیز مهمی که برای یعنی این جنبش وجود داره، امروزه تمامی دنیا داره در مسیری حرکت میکنه بر اساس مبانی حقوق بشری، حق زندگی انسان ها و اینکه حق زندگی یعنی ویژگی های مختلفی داره، در لایه های مختلفی و بندهای مختلفی به رسمیت شناخته، حق آزادی و اینکه مسئله زن یک مسئله جهانی هست. یعنی هر سه تا مسئله زن، مسئله زندگی، مسئله آزادی مسائل جهانی هستند و جهان داره تلاش میکنه به اون نقطه بهتر از این مفاهیم برسه و اون یعنی اون مانیفستی که این مفاهیم و این اصطلاحات در برگیرنده اونن میخواد برسه. و وقتی که در یک کشوری که زن ستیزه، در یک حکومت ایدئولوژی دینی زن ستیز در خاورمیانه، وقتی این یعنی خیزش انقلابی با این مانیفیز و همه یعنی دنیا رو به یک نگاه دیگری بهش میاندازن، چون وقتی قدرتش رو میبینن که در چنین جایی شکل گرفته و به این شکل قدرتمنده، تأثیرات خودش رو بر دنیا نشون میده. چون ما هنوز در هیچ جای دنیا به اون مسئله برابری جنسیتی و همین مسئله یعنی اون چیزی که دنیا میخواد و داره باش تلاش میکنن گروه‌های مختلف، زنان، گروه‌های دیگه، کارگران، همه افرادی که در یعنی به شکل‌های مختلف در کشورهای مختلف باش تلاش کردن، دوباره به این دلیل که در برگیرنده کرامت انسانی، آزادی خواهی یک انسان و حق زندگی یک انسان و اینکه زنان برای هر جامعه مهمن، یعنی الان بیشتر جوامع یا میتونم بگم تمام جوامع به این نقطه رسیدن تا زن آزاد نباشه هیچ جامعه آزاد نخواهد شد. برای همین خواهری جهانی به زودی تونست این فریادی رو که در سیمای ژینا امینی برخاست در 16 سپتامبر 2 سال قبل، در واقع تونست خیلی سریع دقت اونها رو جلب کنه، بیانیه‌های اتحاد، بیانیه‌های حمایت به سرعت پخش بشه برای اینکه چه زنهایی که امروز یه آزادی نسبی دارن، چه زنهایی مثل نروژ که میشه گفت به دستاوردهای خیلی 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 خوبی در مبارزات خودشون دست یافتن، تونستن در تاریخچه خودشون این مسئله رو که الان در ایران در حال جاری شدن هست در حق زنان لمس کنن، یا در تاریخ خودشون یا در زندگی روزمرهشون، بستگی به این داره که از کدوم کشوری بودن. به همین ترتیب پیوند با جنبش زنان بسیار سریع پیش رفت و گلوبالیزه شد. حتی میتونیم بگیم که خیلی سریعتر از این که به گوش دولت مردان برسه، به گوش جامعه زنان و جنبش زنان رسید و تلنگری بسیار قوی هم به این جنبش از طرف آنان زده شد که ما هنوز هم میتونیم بگیم که در تاریخ دنیا این موضوع ثبت شد برای همیشه. باز بخوایم بیشتر کنکاش بکنیم که چرا این شعار میتونه انقدر سریع از مرزهای جغرافیایی عبور بکنه و زنان رو گرد هم بیاره، باز دوباره تاریخ و فلسفهش هست و خیلی ساده بخوام توی یه جمله حالا اینجا خلاصش بکنیم، این که این شعار گویا که نمایندگی میکنه این حقیقت رو که آلترناتیوی که در آلترناتیو بلا شکی که میشه مقابل امپریالیست، سرمایه‌داری و استعمار، این
دوگانه در هم تنیده گذاشت از دل رهبری آن ستمدیده ترین ها میگذره. یعنی اون آلترناتیو در دست این گروه هستش، همون گروهی که بیشترین آسیب رو هم از این چرخه سرکوب سرمایه داری دیدن. و فکر میکنم این شعار در 3 کلمه این حقیقت رو داره نمایندگی میکنه. به علاوه اینکه دوباره هم تاکید بکنم در دل خود همین شعار به مجرد اینکه گفته میشه مجموع میشه در واقع یک نگاه متقاطعی به مسئله ستم و اون آلترناتیو هم در مقابل اون نگاه در واقع کلی مسئله ستم و متقاطع مسئله ستم مجموع میشه در این 3 کلمه. اینکه ما رها نخواهیم شد مگر هممون با هم، این همه با هم حتی مسئله اکولوژی و مسئله محیط زیست رو هم در بر میگیره. به خاطر همین به نظر من به راحتی میتونه اسم رمز همبستگی باشه یا شعار رمز همبستگی باشه برای تمام زنان در حتی سراسر جهان، میشه به راحتی اینو گفت. یعنی میدونی اینقدر حرف برای گفتن در مورد جنبش ژینا بود و هست و اینقدر میشد این رو به اشکال مختلف پرزنت کرد که جهان نمیتونست در مقابلش سکوت بکنه. به سرعت این شعار ترجمه شد، به سرعت چهره مهسا تبدیل شد به یکی از نمادهای جنبش‌های فمینیستی و این اتفاقاتی که در داخل ایران داشت میافتاد به عنوان کارهای نمادین، اینها هم نیاز به ترجمه نداشت. در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای همسایمون و کشورهای مسلمون، کاملا این قابل درک بود. زنانی که آتیش روشن میکنن و روسری سوزان میکنن، شروع میکنن روسریاشون رو و حجابشون رو به عنوان نه فقط حجاب، به عنوان نماد یک حکومت آخوندی سوزوندن. یا کوتاه کردن مو که سنت بخشی از مردم ایران بود اما به سرعت تبدیل شد به یک سنتی که هم در همه ایران و هم در همه دنیا در پارلمان‌ها لازم نبود کسی فریاد بزنه، لازم نبود حتی کسی بیاد و زمان زیادی بخواد برای سخنرانی. یک نماینده در پارلمان اروپا میتونست فقط با قیچی کردن ماش نشون بده من کنار زنانی هستم که در ایرانم، من هم به این قتل معترضم. همه اینها آیکونیک بودن و نمادین بودن جنبش زن زندگی آزادی، مانیفستش و شعارش به نظر من جزو چیزای خیلی مثبت بود در مورد این جنبش که تونست جهانی بشه و همچنان هم ادامه داره. همین امسال در 2مین سالگرد در بسیاری از پایتخت‌های جهان نه ایرانیان بلکه زنان و فمینیست های غیر ایرانی دارن برای ژینا مراسم برگزار میکنن و این خودش نشون میده که چقدر تونست در عرصه بین المللی خودش رو توضیح بده و توصیف کنه. اما این الان به عنوان یک محور و یک نقطه کلیدی در انقلاب زن زندگی آزادی مطرح شده و این مشارکت بدون تبعیض زنان در تعیین سرنوشت فکر می‌کنم یکی از دموکرات ترین شیوه هاست که حتی کشورهایی که مبتنی بر دموکراسی هستن هم تلاش میکنن اون رو تحقق ببخشن و در عین حال توجه به جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، طرح حقوق شهروندی در قالب حق بر زندگی، بر سلامت، بر داشتن سبک زندگی آزاد، بر آزادی‌های اجتماعی و همه اینها چیزهایی است که فکر می‌کنم جزء نقاط جدیدی است که جهان رو در مقابل خودش در واقع وادار به کرنش میکنه، تحسین میکنه و فکر میکنم که خب به هر حال نشون دهنده این هست که ملت ایران، اونهایی که خواستار تغییر هستند، مطالبات بسیار ارزشمندی رو دارن، میتونه به نوعی الگوی حتی کشورهای دموکراتیک قرار بگیره، گرچه که هنوز تا تحقق اون مطالبات راه درازی در پیش هست، اما میشه انتظار داشت که حتی طرح این سوالها بتونه در بطن جامعه ایران در بین گروه‌های مختلف اجتماعی تغییر ایجاد بکنه، اونها رو به فکر فرو ببره و در این حال توجه جهانی رو برانگیزه. به همین دلیل این جنبش که سالها بود ما چنین جنبش‌هایی ندیده بودیم در سطح دنیا و همچنین هیچ جنبشی این چنین بمانند این جنبش محوریتش زنانه نبوده. زنان اونو یعنی گرفتند، اون یعنی انقلاب رو تو دستان خودشون گرفتن، محوریت خودشون رو نشون دادن و بلندش کردن و جهان اینو دید. وقتی اینو دید یعنی خودش رو دوباره تک تک زنان
یعنی کشورهای دیگه و جهانی که اینو میخواد دوباره اون خودشو دید، یعنی خودشو هم این جنبش رو متعلق به خودش دونست و هم میدونست که یک راهیه که حتی میتونه اونو نجات بده. ما باید اینو یعنی به این نقطه برسیم که مسئله زن که میرسه به مسئله آزادی یک جامعه یک مسئله جهانیه. حالا اگه راه حل منطقه‌ای یا محلی هم داشته باشه یک مسئله جهانیه و زنان جهان در نقطه به این رسیدن که باید این مسئله رو جهانی پیش ببرن تا اون دستاوردهاش از هم تجربه، یعنی به تجارب یکدیگر کمک کنن، دست در دست یکدیگر بدن که جهان بهتری بسازن. یعنی تمام مانیفیز و شعارهای زنان هم اینو در بر میگیره که جهان بهتری برای تمامی زنان، زیرا در نهایت تمامی جهان مانند یک دهکده کوچک هستش و اگر ما دست همدیگر رو نگیریم به اون مسیر نمیرسیم. به همین دلیل از مرزها فراتر رفته و هنوزم از خارج از این مرزها همه خودشونو متعلق به این جنبش میدونن و میدونن زنده است و درونی شده و میتونه مسیرش یک مسیر و یک نتیجه خوب برای تمام دنیاست.